چندی از دهقانان دهه هزارچشمه جماعت مجون ناحیه دیوشتیچ از دهها درخت پروردهشان محروم شده و تقدیر دهها گکتر زمینشان ناروشن مانده است. آنها شکایت دارند که به آگاهی و به رضایتشان مقامات محلی درختان نو پرشکوفه آنها را بریده یا تلاش کردند قسمی از باغها را نابود کنند. 75 تا سفیددار بریدگی زردالی من 8 12 تاشا برید موندگیش با من اسپید کردم آمدم بریده نتونستم نوکا من 2 تا نوکا سر کردن که بریدن من آمدم نش 4 تا همین بنزین پلاش آورده بریدن سر کردن 8 تا بچه من آمدم و داشتم. خوجگی کاپیراتیوی خوجگی دهقانی علیشیر نوایی با ازو شدیم شرطنامه‌ای ذخیروی زمین داشتیم 40 سوتیخ بود همین سوتیخ با نوک نوی بابایی و کرگی بودیم شنوندگی بودیم همین نویا با ریششون کوبانده پرتو با ریششون کی حقوق دارد که این خیلی کردرابه کی رخصت دادگی که خلق از پی همین نام میخوردن همه اینا ریشه کن کردن درختای باغای ویران کردن این باغ کارتوشه میشد سیب نوک میشد از 1 کیلو سیب نوک بازار چند بار بازار جهانی با دهقانان و ساکنان دهه هزارچشمه میگویند برای به این حال رسیدن درختان میوه دهنده اشورعلی جلیلزاده رئیس ناحیه دیوشتیچ و دیگر کارمندانش سببگارند چون قرار کوچانیدن درختان را ندیده و نسنجیده برآوردند. در سندی که رئیس به آن اشاره میکند گفته می شود که این زمین ها سالها استفاده نشده درختان آن اساسیل ماندند اما دهقانان میگویند درختها پیر و بی حاصل نبودند و با زحمت زیاد پرورده شدند. در عکس ها دیده می شود که چندین بیخناک و دیگر درختان سرسبز در عین گل کردن و حاصل بستن ریشه‌کن شدند. اینجا آب نبود اینجا سکواش یه چیز نبود اینجا ما آورده اینجا خراب قطع کشیده کلان کرده این درخت‌ها اما یگان خشک شدهش نه که اینا خشک شدگی گفته اینا عکس کرده یک کلاک وای فوتس کرده و کرده برده وای این باغ با 17 سال شد من این کلان نوک با 17 سال شد این نوک کلان شدنش تازه قیه اینا 100 سال من حال قشلاق با اکثریت همین آدمای کهنه با 100 ساله نوک ایستاده است میوه میتید 200 کیلو 300 کیلو میوه میتید اینا اکن مایدش 5 کیلو کلانش 50 کیلو سر کرده کن حاصل دادن همین با قرار برآوردن که بریتون از دیگر باغ کن. دهقانان و سهمداران و ساکنان دهه هزارچشمه میگویند بریدن درختان یا کوشش این حالت با شکایتی رئیس نوی خواجگی دهقانی بسیده پیرایمقل ستارقلوف به عمل آمده است. جانبها بیش از 1 سال باز بر سر زمین بحث دادگاهی داشتند و زمان کوچانیدن درختان به آغاز بحث راست می آید. ستارقلوف در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که در واقع این حالت با مراجعت او صورت گرفته است و به یگان قاعده ویرانکنی دست نزده است. او bu zamini chorvaga xushida kerak-ku. Yang'on sol ko'chdagi ne? O'da mo megurki, men biz ikkita kachka ko'chdagim darkor. Voyam hay. Naqsham hay. O'jali dehqon bashida. Kardoshga kunda xudoton bo'lsin ekan. Manba ne? Xudoton so'shdan xudoton girdi hozirlar. Maqsadki bozor Tojikiston mo'l shunday. Arzon shunday. O'z kachka dizmaga 6 somon 5 somon. تاریخچه بحث دهقانان با رهبر خواجگی دهقانی بسیده چنین است. کاپیراتیو استحصالی به نام علیشیر نوایی سال 1997 با قرار وقت رئیس ناحیه غانچی دیوشتیچ حاضره تشکیل شده. سال 2015 با قرار نو آن از حساب 9 خواجگی دهقانی دیگر وسیع گردیده است. سال 2019 با علاوه تقریبا 160 هکتار زمین‌های ذخیروی با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده می شود. طبق سندها با قرار اشورعلی جلیلزاده رئیس ناحیه دیوشتیچ ماه ینور سال 2022 زمین‌های ذخیروی دهه هزارچشمه به حالت اول برگردانده می شود و تقریبا 160 هکتار از کاپیراتیو استحصالی علیشیر نوایی برآورده می شود. اما ماه دکبر همان سال با قرار دیگر همین رئیس تقریبا 52 هکتار این زمین‌ها به خواجگی دهقانی بسیده گذرانیده می شود. دهقانان میگویند منطق قرارهای رئیس را نفهمیدند و سردرگم شدند.
ادعا دارند که با این قرارها حقوق صدها دهقان پایمال شده است. یک ماه پیش این مسئله را در نشست خبری رئیس ناحیه دوشتیش در میان گذاشتیم ولی به سوال پاسخی مشخص نداد. زمین ذخیره که وابسته شده بود قرار رئیس ناحیه کردیم و مخلطش رسیدگی رسیدگی بود. هم تو برای وابسته نمودن با از دیگر قرار برآوردن در کار بود. برای همون کدامی که همین پیشنهاد پرسیده یا عرضه کردگی باشد همین خود جایگاه با ما وابسته کردیم یا پیشنهاد دادیم قرار شما وابسته شد. همین خیر از سبب همین بیکار شده. اما از روی این حالت دهقانان اول به رئیس ناحیه و بعداً به دیگر مقامات و حتی رئیس جمهوری تاجیکستان مراجعت کرده تا به دادگاه بحث را کشاندند. دادگاه اقتصادی ولایت سوخت ماه ینور امسال حلنامه را به فایده رئیس ناحیه و خواجگی دهقانی بسیده برآورده تعیینات صادر کرده است. همکنون ساکنان دهه هزارچشمه خواهان آنند که این مسئله را بار دیگر مسئولان دادستانی کل و پرزیدنت کشور امام علی رحمان از روی عدالت بررسی نموده حق را به حقدار رسانند. رئیس ناحیه قرار بار ما قراری رئیس ناحیه را داریم. حالا آن را به اعتبار کردند. نه کشت و کار کرده می توانیم و نه به زمینمان صاحبی کرده می توانیم. ما طلب داریم زمین را به ما دهند تا که باغ بنیاد کنیم. باغ کوسک در لکو کرترسک وای سالم بیکار مون دوا که آواره شده حل نشد. این سالم زمین بیکار ماند موقع کشت کار سر کنیم. نهاد یک سال به یگان کار یگان مراجعت حل نشود دیگر. برای چی این خیل دادی و مردم کی میشنوه؟ ما از نام خلق برآمد کردیم که اگر همین زمین ما حل کنند اگر حل نشود ما میتونیم تا جناب عالی برآمد کنیم. این کاری خلق شنوه درد خلق شنوه. ما جناب عالی با چند بار مکتوب کردیم نرسید ساخت مکتوب ما خدا خود میریم پیششون با من خلق جمع شده میریم. بحث سهمداری ساکنان و خواجگیداران در تاجیکستان بسیار شده است. دهها دهقانان بعد از سوی مقامات راهی حل نیافتن به رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی مراجعت می‌کنند. مقامات قدرتی تاجیکستان هم همه ساله از بازداشت و مجازات دهها مسئولان این ساحه و منصبداران محلی خبر می‌دهند. اما چنین موردها سال تا سال بیشتر می‌شوند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه دوشتیچ.